بریم از اینجا بالا. خوشحالم که میتونم چیزایی که خودم دارم انجام میدم و دوست دارم که تو زندگیم از نظر کاری تنوع داشته باشه. دوست دارم که خانم ها، حالا چه همسن من چه کوچیکتر، حتی آقایون، بتونن که تو زندگیشون تنوع خوبی داشته باشن و جاهایی کار بکنن، مکانی کار بکنن که یک از نظر روحی اونجا مورد تایید خودشون باشه، از نظر اجتماعی فرهنگی مورد تایید خودشون باشه. غیر از اینا بتونن موقع کار لذت ببرن. لذت در زمان کار خیلی خوبه. اصلا سطح کار، درآمد، تو چه فرهنگ اجتماعی باشه، اینا همه خب درسته تو اولویت هستن، باید جاهایی باشه که واقعا عالی باشه، فوق‌العاده باشه، ولی این که من رضایت قلبی از شغل و کارم داشته باشم، این خیلی مهمه عزیزای من. دوستتون دارم خیلی زیاد. خداحافظ. بدرود تا درودی دیگر.